روشنایی که عالم را روشن می سازد از آفتاب است، اما روشنایی که باعث پیدایش انسان و روشنایی قلبش می گردد از مادر است. روشنایی آفتاب از تکاپوی داخلیش است. روشنایی مادر از تراوش مهر بیکنار اوست. پس زهی مادر اولین تکیه‌گاهی که طفل نخست به آن تکیه کرده راهگردی را می آموزد دامان مادر است. همه دیگر وسیله های یاری حرکت سخت و ناگوارند. دامان مادر با برابر تکیه‌گاه حرکتی طفل بودن بوی مادر را نیز دارد که بس گواراست. پس زهی مادر. در عالم گل‌های رنگارنگ خوشبوی نهایت زیادند، اما بوی مادر به همتا و والاترین و گواراترین است. نکهت جان آفرین بوی مادر از طفلی در مشام ماست. پس زهی مادر. آبهای رودها و کلهای عالم صاف و شیرین و بیاندازند، اما همه آنها بهای یک قطره شیر مادر را ندارند. پس زهی مادر. روی عالم انسان‌های نجیب و فداکار بس زیادند، اما هیچ فداکار به بیدارخوابی یک شبه مادر سر گهواره طفل برابر شده نمیتواند. پس زهی مادر. روی عالم ثروتخواهان و ثروتمندان بیشمارند، اما ثروت قیمت‌تر از لبخند مادر نیست. پس زهی مادر. روی عالم قهرمان و نجات بخشان بس زیادند، اما هیچ کدام می آنها مثل مادری که پی امنیت فرزندش میکشد جهد ندارند. پس زهی مادر. سرودهای آفریده ایجادکاران عالم بیشمار و پرمحتواند، اما علی مادر از همه آنها گواراتر است. پس زهی مادر. روی عالم ملت و خلقیت ها و زبان های زیاد موجودند، اما زبان معاشرت با مادر یکتا زبان مادری است که والاترین نشان از مادر است. پس زهی مادر.